سبکترین کاروان موجود توی ایران. سلام دوستان، همونجور که گفته بودم قرار بود یه سری از ویژگی‌های کاروان اکشن آدریا رو برای شما بررسی بکنم. کاروان یه وسیله‌ای که پشت ماشین بسته میشه، قطعاً تأثیر روی رانندگی داره. هر چقدر هم حرفه‌ای و با کیفیت باشه روی رانندگی ما قطعاً تأثیر داره و یه سری مسائلی رو برای ما ایجاد میکنه. این کاروان آدریا ویژگی مهمی که داره، اولین ویژگی به نظر من مهمترین ویژگیش وزن و تعادل اونه که درش رعایت شده، چون طراحی داخلی یه سری مسائلش سلیقه‌ایه، میتونه یک نفر بپسنده میتونه یک نفر نپسنده. خارج از بحث سلیقه، اون خلاقیتی که در واقع طراح و تولید کننده به خرج میدن توی جاگذاری وسایل و کاراییشون، این بازی نکته خیلی مهمه توی این کاروان رعایت شده. مسئله آخری که توی این کاروان هست و خیلی به چشم میاد، عایق‌کاری به شدت عالیه این کاروان در کنار تهویه خیلی خوبی که برای این در نظر گرفتن. حالا با هم بریم نگاه بکنیم ببینیم بحث وزن و خلاقیت جانمایی و عایق‌کاری و تهویه که گفتم داره چه شکلیه. بریم با هم اینو ببینیم. خب دوستان، همونجور که گفتم این کاروان وزن و تعادلش خیلی مسئله مهمی توش هست. از نظر سبکی و متعادل بودن این کاروان، همین بس که کاروانی که عرضش 2 متر و 20، طول 4 متر و 40 فقط اتاقش هست، روی وضعیت سه چرخ که الان روی زمینه خیلی راحت با یک دست قابل جابجا شدن هست به این صورت و دستگیره‌های 4 گوشه این کاروان تعبیه شده که برای جابجا کردن این کاروان میتونیم ازش استفاده کنیم و ویژگی که داره در واقع طراحی و نکاتی که رعایت شده روی فرم اتاق این کاروان که یه تیپ خاصی هم هست، اینا هر کدوم دلایلی داره که من تا اونقدر که توی این برنامه جا بشه براتون تک تکش رو توضیح میدم. بریم یه دوری دور کاروان بزنیم، بیرونش رو ببینیم و بعد بریم سراغ قسمت داخلی. اما یه سری جزئیاتی توی قسمت بیرونی این کاروان کار شده که اونو خاص کرده مجدد و به خاطر در واقع این سابقه نزدیک 60 ساله این شرکته که اینا رو به مرور توی تجربه بهش رسیدن که باید اینجوری استفاده کنن. یکی از این مسائل فلپ بندی دور کاروان هست که این قسمت هایی که در واقع به صورت جدا دور تا دور این کاروان و به صورت قسمت در واقع حالت سپرطوری برای این کاروان طراحی شده. همینجور تو قسمت عقب که این باز یه شکلی داره که اون حالت سپر بودن رو برای این کاروان داشته باشه و قابل احیاء به راحتی بدون اینکه کل کاروان در واقع نیاز به تعمیر داشته باشه در صورت آسیب دیدن. فرمی که باز توی این قسمت داریم توی آشپزخونه به ما یه فضای خیلی جالبی داده که میریم از داخل باز میبینیمش و قسمت هایی که در واقع احتمال ضربه خوردن، حالت در واقع تو ارتفاع تقریبا آینه بغل ماشینای دیگه اینطوری بگم، فلپ کار کرده، رنگ کار کرده. اینا فقط برچسب زیبایی نیست، اینا همه بابت این هست که در واقع کاروان ماندگارتر بشه. تعداد پنجره های زیادی که برای این کاروان کار شده تا تهویه خوبی داشته باشه. در 2 تیکه‌ای که برای این کاروان کار شده که میتونه قسمت بالاش جداگونه باز بشه و قسمت پایین بسته باشه. اینا همه ویژگی‌هایی هستن که توی این کاروان به کار رفته. پنجره‌های خیلی زیاد و بزرگ از مشخصه‌های بارز این نوع کاروانه که پنجره‌هایی هم که براش در واقع ساخته شده کمپانی‌های پنجره ساز تخصصی و خاص برای این کاروان طراحی کردن. مثل این 2 تا پنجره خیلی بزرگ که جلوی کاروان هست، عرضش نزدیک 190 سانت و ارتفاعش حدود 1 متر یکی از پنجره هاست و حدود 120 سانت در 40 سانت هم یه پنجره دیگه است که موقع استراحت وقتی همه این پنجره ها باز باشن خیلی خیلی هوای در واقع داخل کاروان رو مطلوب میکنن. هر چقدر هوا گرم باشه یه تهویه خوبی توی این کاروان اتفاق میفته که حالا من به بچه‌م گفتم مثل اینکه زیر درخت نشسته، همچین حسی میده. پنجره‌های زیاد و عایق‌کاری خوب کمک میکنه که داخل این کاروان
داغ نشه. البته که این کاروان اومده پیش ما که براش کولر درجا نصب کنیم. بریم داخل کاروان رو ببینیم. در مورد این فرم پشت کاروان و این قسمتی که گفتم سپره و اینکه داخل برای اینجا چه اتفاقی افتاده، با من باشید این قسمت رو هم ببینید. توی این قسمت که ما آشپزخونه رو داریم، این فضای روبروی ما باعث شده که یه حجم بهتری کمدها کابینت‌ها داشته باشن. برای مثال توی این قسمت حدود 40 سانت 45 سانت این کمد به ما فضا داده با همین قوسی که گرفتن و فضای داخلی این قسمت و این قسمت که برای ما قابل استفاده شده. اینا به لطف همون قوسی که در واقع اون پشت هست اینجا این فضا رو به ما داده و در ادامه همین فضا توی سرویس بهداشتی هم تاثیر خوبی گذاشته که اونم با هم بریم ببینیم. توی سرویس بهداشتی هم همونجور که میبینید فضای خیلی کارآمدی براش ایجاد شده، مخصوصا برای اون قسمت که توی اون منحنی در واقع پشت کاروان رفته. کابینت سرویس بهداشتی و روشویی خیلی بزرگ و کارآمدی باز برای همون یه تیکه در نظر گرفته شده با یه طراحی خیلی زیبا و تاشو که به این صورت عمل میکنه. فضای خوبی که این سرویس داره هم از قدش که این قسمت توی مرتفع ترین جای در واقع قوس کاروان قرار گرفته که قد خوبی به ما بده و این دیوار صافی که اینجا می‌بینیم پشتش همون منحنی پشت کاروان هست که یه کابینت خیلی خوب و جادار توی اینجا داده برای ما که تمام وسایل در واقع حمام هم از شوینده و حوله رو حتی میشه اینجا قرار داد و این روشویی خیلی بزرگ و کارآمد که توی این قسمت در نظر گرفته شده. همه اینا در واقع وقتی جمع میشن توی همون قسمت منحنی که اینجا داره در واقع پشت این در نظر گرفتن جا میشه و توالت فرنگی که توی این قسمت داره توالت تدفورد داره و خیلی به لحاظ سایزی توالت بزرگ سایز و خیلی توالت راحتیه و این فرمی که باز توی این قسمت پایین روشویی در آورده برای در این که جا میشه میره کنار برای استفاده راحت باشه و دوشی که این طرف داره و نهایتاً یه پنجره باز پیرو همون قسمتی که گفتم تهویه این کاروان خیلی خوبه. یه پنجره 50 در 50 تو این قسمت برای این کار شده که خیلی میتونه روی تهویه این کاروان تاثیر مثبتی داشته باشه. کنار سرویس بهداشتی یه یخچال تدفورد خیلی بزرگ و جادار هست و کم جاگیر برای کاروان به خاطر فرم سایزی که داره. نکته خاصی که باز این مدل تدفورد داره، این تیپ تدفورد داره، اینه که یخچال بدون کمپرسوره. در واقع یخچال آمونیاکی های قدیم که بودن از هموناست، نسل جدیدشه و به شدت مصرف برق رو پایین میاره نسبت به یخچال‌های کمپرسور دار و کابینت بندی که همرنگ خود یخچال ست شده برای بالا و پایین یخچال که به لحاظ بصری به ما کیفیت خوبی میده. قسمت روبروی یخچال ما تلویزیون رو داریم، کشوهایی که اینجا در واقع در نظر گرفته شده و بخاری که برای این کاروان کار شده، یه بخاری 220 ولت ترکیب 220 ولت و گازی هستش که غیر از اینکه حس گرمای بخاری رو داره نسبت به بخاری‌های درجا که حالت دمنده دارن، گرمایش خیلی مطلوب تری داره و البته که یه قسمتی هم داره مثل بخاری‌های درجا لوله کشی شده به جاهای مختلف، هم از حمام و قسمت زیر تخت هم مشخصا که حالا بعدا می‌بینیم باز توی تصویر که این قسمت تخت خوابی داریم که فضای زیر اون رو گرم میکنه که تمام این اتفاقات برای اینه که حس بهتری توی کاروان از گرمایش و در واقع استفاده این کاروان داشته باشیم. توی این قسمت یه فضای نشیمن داره که 4 نفر قشنگ دور یه میز خیلی بزرگ، یک میز 1 متر در 1 متر که خیلی برای 4 نفر یه میز ایدئالیه توی کاروان میتونن در واقع پذیرایی داشته باشن که قسمت خواب این کاروان از این قسمت کناری که حالا به شما نشون میدم میتونه باز بشه و بیاد روی این فضا رو بگیره و اینجا کامل بشه یه اتاق خواب خیلی بزرگ و عالی. تغییر وضعیتایی که میتونه توی این قسمت کاروان اعمال بشه، یکیش جمع شدن و حذف شدن این میزه که به این صورت یه پایه تاشو زیرش داره. این شاستیشو که بگیریم این پایه تا میشه، اینجا کلیک ثابت میشه و میتونیم این میز رو
برداریم کامل از وسط این کاروان. قسمت بعدی دسترسی به صندوق عقبه که از بیرون ما دسترسی داریم با اون دریچه و از داخل هم از زیر این تخت خواب به این صورت ما میتونیم در واقع دسترسی داشته باشیم به زیر فضای کامل صندوقمون که هر آن چیزی که نیاز باشه از اونجا ما برداریم. و البته برای تبدیل شدن به خواب این قسمت به صورت کشویی میاد بیرون و لایه دوم تخت باز میشه به این قسمت که به این صورت یک دوشک کامل رو به ما برای خواب میده. توی قسمت خوابمون بازگشت به اون مسئله‌ای که گفتم تهویه خیلی خوب داره، پنجره‌های خیلی بزرگی که گفتم تو اینجا داره، این پنجره هاست. این پنجره باز شو و اون پنجره قسمت پایین هم باز شو که یه تهویه اصلا فضای بیرونی خیلی عالی به ما میده. غیر از 3 جهت خوابمون که باز شو هست، پنجره های در واقع باز شو داره برای تهویه، سقف هم میشه گفت تقریبا کامل سقف تخت خوابمون باز میشه که یه حس خیلی باز هم مثبت و خوبی به ما میده و گرمایشی که از زیر این تخت به این تخت میخوره. ببینید چقدر همه چیز شاید بگم ساده، خیلی توی کاری که داخلش شده ساده و کارآمد هست. نکته ساده بودن رو واقعا من بر نمیدارم از کنارش. بچه این بود کاروان آدریا سری اکشنش. این کاروان مدل 2021 آدریا هستش. خیلی نکات مثبتی توش بود. من سعی کردم تا اونجایی که میشه به اطلاع شما برسونم. امیدوارم که بودن این کاروان ها، دیدن این کاروان ها مثل یه آموزشگاه برای ما، مثل یک دانشگاه عمل کنه و دانش ساخت کاروان رو بتونیم توی ایران پیش ببریم. همونجور که تا الان تا امروز طی این چند سال اخیر بچه‌ها هر کی به اندازه سهم خودش در واقع تأثیر گذاشته روی پیشرفت کاروان. من هم سعی کردم تا اونقدری که میتونم کاروان رو توی ایران پیش ببرم و کارش رو جلو ببرم، کیفیت کارها رو بالا ببریم و کنار در واقع کارهایی که داریم انجام میدیم و روتین کارمون هست، افزایش دانشش رو با دیدن کمپانی‌های معتبر مثل آدریا و حتی بعضا شرکت هایی که به هر ترتیب سابقه خوبی دارن بتونیم کیفیت کارامون رو بالا ببریم به امید روزی که همچین کاروان هایی رو بتونیم توی ایران با این کیفیت تولید بکنیم و با قیمت خیلی مناسب دست مصرف کننده برسه. موفق باشید تا برنامه‌های بعدی.